عرض سلام دارم خدمت تمامی هموطنانی که در پلتفرم بومی ایتا، بله و از همه مهمتر ویراستی حضور دارن. آقا شما طرفدار نظامید دیگه تو اینایی و از طرف ولایت مدار و این حرف هم که باید باشید. امنیت کشور که براتون باید مهم باشه و از الان نزدیک انتخابات و با دنبال این هستید که مشارکت جامعه رو بالا ببرید. درست میگم؟ اوکی. خب خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون که پیرامون یک مسئله یه تخلفی صورت گرفته که این 4 الگویی که سردار کاظمی بیان کرده در من رسما شکل گرفته. علتش چیه؟ علتش اینه که این تخلف توسط خود دادستان کل صورت گرفته ظاهرا. یعنی این حرفایی که زده خودش نقض کرده و این باعث شده که من از حاکمیت قانون در کشور کاملا ناامید بشم. و این یعنی چی؟ یعنی دیگه برای قانون جمهوری اسلامی نمیتونم ارزش قائل بشم. نتیجه این که من رأی نمیدم. کی باعث با این شد؟ دشمن؟ نه، خود دادستان. خب حالا رأی دادن رو بیخیال میشیم، اصل موضوع میپردازیم. واقعیت اینه که از اونجایی که برای محرز شده یه پرونده اساسی داره صورت میگیره، من باید در دفاع از خودم یه سری کارا بکنم که رسما میام تو پازل دشمن، یعنی چیزی که شما بهش میگین پازل دشمن. خب و برام تو اینستاگرام اینفلوئنسری رو دیگه خودتون داستاناشو بهتر میدونید که من این یه مورد دوست ندارم. به همین خاطر تصمیم گرفتم یک پست در کانالم، این یعنی طوفان ریپورت، منتشر بکنم که نمیتونم توی بومی ها منتشر بکنم و توضیح دادم که داستان از چیه مختصر و یک پستی هم مخصوص دادستان کل، پلیس فتای همدان، دادستان همدان و هر کسی که در جریان این داستانه منتشر کردم. تقاضا دارم برید نگاه بکنید ببینید چیه موضوعش، به چه صورته و این رو اگه میتونید به دست دادستان برسونید. حالا یه ذره تحریکتون بکنم. ببینید اگر اون پازل دشمن اینی که من با این اطلاعات مثل بچه‌های حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یه کاری باید بکنم، این مسئولین و اینا خب بده دیگه، نه اونجا توضیح دادن داستانش چیه. ببینید اگه میتونید اینو سریع برسونید دست دادستان، چرا که تا فردا ظهر یعنی 5 شنبه آخر وقت داری فرصت تصمیم گیری دارن.